خدایا در دل از این مردم یک روشنی پرتو. کل کامنتار پیسه گرفته، ویدیو انداختم گفتم ما به در این پیسه رسید، پیسه رو روان کردیم، پیسه روان شد، خانه ساخته میشه، ویدیوی خانه رو انداختم. نفر آمد در زبان خود گفت که 23200 از طرف فلانی که در هامبورگ جمع آوری شده بر ما رسید، ما خانه را جور میکنیم. روزانه ویدیویشان رو مندازم، نشر میکنم، ویدیوی ساخت سازم مندازم، اما این مردم هیچ باور نمیکنن. در دل از یا یک روشنی پرتو که دیگه نشته نکنن. دیوانه شدم، شو خو میکنم، کامنتار خو میبینیم که کلگی نشته کرده پیسه، کلگی نشته کرده پیسه. بس کنین نو مردم، چی حال انداختین؟ بس کنین، پیسه تون رسید. باز ویدیو مندازم، باز ویدیو مندازم. هر کسی که میخواد در ساحه بره در اون منطقه قریه خوج سربر بره، ما در خدمتش جای برش میتم، بره اموجه ببینه که ما همین کار کردیم نکردیم. با دست بیا نام ما را بگیره و نام ما را بدنام بسازه. بر رضای خداوند برآمدیم، بلیاز خدا. چی حال انداختین شما؟ کلتان نشته میکنین پیسه چی شد؟ قرآن کریم نشر میکنم میگین پیسه چی شد؟